محیط ورزشگاه و می‌سرم یک فضای خوبی فوتبالی است و حالا بازیگران دستای سر توانند که در همین آزمون شرکت کنند و باز هم توانند که البته پیروزی و دست امروز تغییرات در حیات دستای سرافشان هست و می‌بینیم که در حیات ذخیروی است و او اکثر موارد از حیات احتیاطی به میدان می‌برد. در موسم امسالی لیگ اولی شکست ناپذیر هستند که یکی از دستای سرافشان در دو بازی که در خانه داشت، یکی مساوی و دیگری باخت است. در صورت پیروزی امروز باز هم آنها دیگر باره به صدر جدول مسابقه برگردند که چند مدت چنین پیشگامی را به استقلال دادند. فرصت پیدا می‌شود، حالا بازی درآورده می‌شود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه اولین شده به تو می‌رسند دفاعگران دسته سرافشان. یک ضربه دیگر زده می‌شود، فرصت پیدا می‌شود برای بیلونوک و اینجا اکنون سیفیولی انجام می‌دهد. دروازه‌بان ازبک دسته و در رسانیده است. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته دوربه خوبی بازیگران دسته وحش. فرصت پیدا می‌شود برای دسته وحش، به متوجه میشیم ضربه زده می‌شود و اینجا چگونه یک سیفیولی انجام می‌دهد و گل. و اکنون گل تماشابینان عزیز و به هیچ کدام رقیب خود رحم نمی‌کنند. و اینجا می‌بینیم که یگان حالتی نوبازی نیست، ضربه زده شده بود از جانب همراه قلوف و بعداً آن را برطرف شد برای دسته وحش. وحش نیز البته مخلصانش در هر یک بازی که دارد در ورزشگاه هستند، آنها نیز بسیار هم دسته احسان بابایوف، سنت الله اسماعیلوف، بنجامین امپونسا و در خط حمله باشد جفتی دیمیترو بیلونوک و نوردین همراهخلوف بسیار هم این مواسم بازی نظررس دارند و اکنون حساب 2-0 کرده می‌شود تماشابینان عزیز. و نوردین بابایوف که این بازیگر نیز 5 توپ دارد. ببینید که چگونه اینجا نوردین توپ رو به بازیگر اوکراینی پاس داد به دیمیترو بیلونوک و او باشد شاید با اون داورانی که در حجره ور هستند گفت و شنید دارد. و اینجا گل به حساب گرفته نمی‌شود تماشابینان عزیز. شاید این بازیگر نیز در ادامه به میدان برآید. فتولا فتولایف است، سنت الله عزیزوف است، خداداد زوقوف یکی از بازیگران فعالی که قبلا در حیات توپ بازی بسیار خوب داشت. حالا اینجا و در این می‌بینید که چگونه قاعده بازی دغلانه ویران کرد. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته وحش و دوبل می‌کند سنت الله اسماعیلوف. حساب 2-0. می‌شیم که چگونه اینجا پرتاب به داخل جریمه‌گاه بود. بعداً نوردین همراه قلوف بسیار اینجا خوب بازی کرد و زود توپ را به قفا پاس داد و با یک ضربه هدف رسی خود اجازه می‌دهد. ضربه سهراب بردیوف و دروازه‌بان آدم کوواش اینم جون براتوف بسیار هم خوب. فرصت هست برای دسته میزبان، امکانی زدن ضربه پیدا می‌شود و در همین حالت دسته با یک دیگر بازی میکنند و اونجا می‌بینیم که کدامی از اونها غلبه میکنند یا نتیجه بازی چگونه خواهد بود. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته وحش و اینجا چگونه فرصت بود برای نوردین همراه قلوف، ضربه دیگر و گل. یک ترک میدان میکنند. ببینید که چگونه فرصت بود اینجا. خوب بازی کرد بنجامین امپونسا، بعداً همراه قلوف ضربه زد، شازو شمس‌الدینوف برطرف کرد و ضربه که از جانب و یک فرصت برای بازیگران دسته سرافشان و گل تماشابینان عزیز. حساب به فایده وحش است. ببینید که چگونه اینجا در همین فرصت موفق بود الهام جان براتوف و از پرتابی که بود به سمت او توانست که با سر توپ را تسلیمی در حوزه آدم کوواش کند. باز هم روحیشون توجه بیشتر می‌شود و باز هم توجه خود را به خط حمله می‌کنند. توسط کنار راست جیمی دسته سرافشان فرصت هست برای بازیگران سرافشان، ضربه و گل. حساب 3-2 می‌شود اکنون. اینجا پرویز جان دهخانوف گل می‌زند. چیکار می‌کنند اینجا؟ فوتبال همه چی را انتظار شدن ممکن است. هر ثانیه هر لحظه می‌تواند که نتیجه وقتی اعلام نموده داور اینجا خاتمه یافت و رستم نورمت